دوستا و هموطنان عزیز سلام. آرزو میکنم که هر کجای دنیا که هستین جور سلامت و دور از گزند روزگار باشین. قسمی که در پشت سر تصویر میبینین ما آمدیم امروز به نقاش کابل، جایی که مال گوسفند و گاو اینا فروخته میشه و همون قسم که میبینین نزدیک عید قربان آمده است و اینجا بسیار بیروبار است. مردم آمده که ببینن یک دانه گوسفند در چند پیدا میشه، یک دانه گاو در چند پیدا میشن تا بتونن بگیرن و همون قربانی که پیش رو در نظر دارن از اینجا قربانی ببرند و با خیر خوبی خیرات کنند. ما امروز آمدیم همون قسم که از این بازار گزارش داشته باشیم، ببینیم که فروشنده در چی حال هوا هستند، خریدارا در چی حال هوا هستند و آرزو میکنم که گزارش تا آخر با ما بیننده باشین. بیادر سلام. علیکم سلام، خوش آمدید. بخیر باشی. میشه خدا معرفی کنی بیادر؟ نام ما حسین است، ولسانی ما شکردر است. اینجا ما الان میفروشیم. خب بسیار خوب حسین جان. دیگه حالا خو قسمه که معلوم است عید بخیر نزدیک است. دیگه چطور از فروشات، چطور از مردم میان نمیان، قیمت ها چی رقم است؟ والا مردم میه پروشاد است، یعنی کم است. یا صبح یا امروز دیگه عید نزدیک شوه کمی سودا شوه، تبلی خمزیش نیست. خب بسیار خوب. ما که آمدیم از اون سر تا به حال که میبینیم نام خدا بسیار بیروبار است. حتی ما با موتر خودم یه جای پیدا نکردیم که ساد کنیم. مردم میام ولی که میبینیم همو گپ خودت یک تعداد همو تو میرن دیگه، نمیفهم که چرا نمیخرن. والا میه بای میکنه، میره پایان میره، بعد از او که پس دور میخوره گم تا میخره، گم تا میره میگه سود میخره. این تو گپ است دیگه. خب بسیار خوب. حالا دیگه اینا تقریبا 12 بجه است. چطور تو دسلاف چی گرفتی؟ یک دانه والا فروختیم. برو بسیار خوب. چی فروختی؟ از تو گوسفند نزدیک؟ گوسفند ماست، بوز ماست، یک دانه بوز سودا کردیم. خب نسبت به پارسال امسال چطور؟ پارسال خوب بود؟ پارسال خوب بود، امسال مزیش نیست. یعنی پارسال چطور؟ تو مال ارزان شده بود یا کدام دلیل دیگه؟ مال ارزان نبود، مال نمی قیمت بود. مردم اقتصاد ضعیف است، قدر خریدن نمیتونه، کم خریدن میتونه. اقتصاد مردم که ضعیف باشه همون گپ خودت مثلا نمیتونن که گوسفند یا بز برای قربانی بگیرن. اینجا شما که اینجا فروشندگی میکنی باز از حکومت امارات مثلا چقدر راضی هستین؟ از حکومت امارات راضی هستم، امنیت خوب است، دوز نیست، کسی پیسه چی که مال دوزی کنه بفروشن دوزی پیدا میکنه. بسیار خوب حسین جان. خودت فکر کنم که از سابق فروشنده هستی؟ ما سابق فروشنده هستیم. ای باز از او وقت که حال بهتر است؟ بهتر است، امنیت است، 100% است. یعنی او زمان دیگه امنیت نبود؟ او زمان کاروبار زیاد بود، امنیت نبود. ولی حالا که حکومت اسلامی است کاروبارتان هم دیگه خدا مهربان است میشه که رونق بگیره. انشالله خدا از دست نجور میکنه. خب هموطنان عزیز آرزو میکنم که تا این لحظات از گزارش خوشتان آمده باشه و خوشبختانه که در کنار ما یکی از برادرها است آمدن اینجا که اگر کدام گوسفند یا چیز در گیرشان بیاد به قربانی بگیرن. سلام علیکم. علیکم سلام، برادر خوب هستین؟ بخیر. تشکر، سلامت باشی. قاری صاحب میشه که خدا معرفی کنیم؟ اسم قاری نظر محمد انصاری از ولایت سمنگان هستم. به خاطر از همه اولتر به هموطنان خود سلام تقدیم میکنم و پیش از پیش عید را برشان تبریک میگیم که خدا کنه که عیدی پر از صمیمیت و پر از محبت پیش رو داشته باشیم.
تشکر، سلامت باشی قاری صاحب، بر خودت همچنان. و میشه که بگوین امروز چقدر وقت میشه که آمدی، چند ساعت میشه، آیا چیز گیرت آمد نه آمد؟ برادر عزیز، ما تقریبا صبح ساعت های 7 بجه همینجا حاضر شده بودیم. فعلا هم این ساعت 11 بجه هستن، تقریبا 11 بجه هست. والا زیاد گشتیم چون که مال قیمت هستن دیگه. ما هم تلاش داریم که مال خوبتر و مثلا قربانی کرد چه خوبتر و صحیح‌تر باشه، ثوابش بیشتر است. یگان گوسفنده که خوبتر. چقدر بود قاری صاحب؟ ما خو گرچه که پرسان کردیم ولی بازم نرخ‌ها رو فرق میکنه. گوسفند خوبشون تقریبا 19000 و 10000 هستن، متوسطشون 8500 9000 هستن. و پایینشون هم تقریبا 7000 هستن. دیگه یعنی یک گوسفند اگر آدم بخواد بگیره از 7000 و نهایتش هم شاید به نظر من 6000 از ویش پایین نیست. 6000 پایین نیست، بیخی 6000 پایین نیستن. و باید دوستا و هموطنان ما کوشش کند که کمی مراعات بکند و دوستای ما هم کوشش کنند که قربانی صحیح‌تر و سالمتر باشه که روز قیامت از زمین پور سیرات ما را درست‌تر تیر کنه. راست میگی قاری صاحب، بسیار یک نکته خوب اشاره کردی. باید ما قبلا هم گفتیم همین خریدارام یک ذره از خودگذری نشان بدن، درک کنن فروشنده را و فروشنده هم همون قسم خریدارا را درک کنن. دیگه بخیر باشی قاری صاحب، سلامت باشی. دیگه ما خوش میشیم که بخیر یک مالک یا گوسفند خوب بهتر برات پیدا شوه، که بهتر پیدا شوه که خوبتر هستین که قربانی یک سالم و صحیح‌تر باشه. و این دوستایی که مثلا برای نقاش تلاش دارن و دوستایی که مثلا میفروشن اونام یک کمی مراعات بکند، چون که روز قربانی هستن دیگه. ایده پیش رو داریم، ایده باز هم از طرف خود و از طرف هموطنان خود، کسایی که مسافر است در خارج هستن و داخل وطن هستن، ایدی پر از صمیمیت و پر از محبت و اخوت و برادری پیش رو داشته. آمین آمین. تشکر قاری صاحب. برادر خودت خوب هستی؟ صحتت خوب؟ شکر خدا، سلامت هستی، بخیر هستی. محمد اشرف ربیع تخلص میکنم از ولایت سمنگان. بسیار خوب. خودت هم همراه قاری صاحب آمدی؟ ما همراه قاری صاحب اینجا آمده بودم به خاطر خریدن قربانی. اینجا آمدیم نرخ را دیدیم. نرخ تقریبا بالا هست، نسبی بالا هست دیگه. گرچه که نیاز شرع قربان هر چی که خوبتر باشه بهتر هست. پیامبر سلام میگه که مال خوبتر را بگیریم. بنابراین ما اینطور شاهد میکنیم، میبینیم اینجا میگشتیم که تا یک مال خوب گیریم ما بیایم ما را بگیریم. همراه قاری صاحب کمک کنین که مال قاری صاحب ماشاءالله بسیار حرفای نیک داشت. اگر خودت هم همونطور که همراهش آمدی فکر کنم رفیقش شاید باشی. بله رفیقش هستم. ارتش بگرد ببینین که یک مالک خوب و بهتر براتون نصیب. ان شاء الله به خاطر گشتن آمدیم، به خاطر نگاه کردن آمدیم ببینیم که پروردگار چی میخواد و نصیب ما چی میشه. باز از کابل آمدین یا از ولایت؟ نه ما از کابل آمدیم، خانه در کابل هست. خیلی وقت داره نگه خوب هم دل جمع بگردین که یک مال خوب نصیب وقت تان. بهتر وقت داریم چون 2-3 روز دیگه ایده مونده. هم قبل شیبه 2-3 روز دیگه وقت داریم که ما بگردیم و ببینیم خوب صحیح تا مال تبدیلی خود پیدا شد برای بگیریم. بسیار خوب بسیار خوب. خوب باشی، خودت هم همیشه جور سلامت باشی. لالا ما قبلا هم گفتم ما خوش میشیم که کسی که این جمعه هموطنای ما با مو بسیار یک برخورد خوب از فروشنده یک مال خوب و بهتر نصیب شد. تا ای که بخیر امو ایده که پیش رو داریم امو به حساب خیراتشان به درگاه حق امو تو با مو درستی قبول و مقبول بگردن. شما هم به سلامت باشین، موفق باشین. ما هم ایده وکالان از طرف خود برای هموطنان خود، کسی که داخل کشور است کسی خارج از کشور در دیار غربت قرار داره، ایده برای همهشان از صمیم قلب برشان مبارکباد میگم. الهی ایدی مملو از خوشی و مملو از لبهای مملو از خنده داشته باشن. یا شما را به خدا میسپارم. سلام علیکم. تشکر برادر. دوستان عزیز، آرزو میکنم که تا این لحظات از گزارش خوشتان آمده باشد. در کنار ما یکی از برادرای دیگه ما هست که اینجا همی فروش و گوسفند و اینا را داره. ببینیم که بازارایشان از چی قرار است و حال و هوایشان در چی قرار است. سلام برادر. و علیکم برادر، ممنون باشی. تشکر، سلامت باشی. لالا میشه که خودم معرفی کنی؟
میرمزا ترخیل هستیم، باشنده ولایت کابل. بسیار خوب. میرمزا جان چطور است بازار امی گوسفند و اینا؟ شکر خوب است، یعنی دم عید است، یکم فروش سوداگیری است، یکم کم سودا میشه. بسیار خوب. امروز هم خود روز گذشته تقریبا 12 بجه است. چطور دسلاف چیز کرد؟ های شکر، یک 20 دانه سودا کردیم، خوب بود امروز یک ذره. ماشاءالله ماشاءالله. یعنی دوستا دیگه بازار خودتان میبینی. قبلا او برادر ما گفت که تا حال دسلاف نکرده بود، ولی میرمزا جان دیگه نمیفهم که همو تا مشتری زیاد داره یا کاروبارش خوب است یا مالای خوبش میاره. تا حال فکر کو که تقریبا 20 دانه را سودا کرده. خیلی ماشاءالله کاروبارت خوب است. ها شکر، خوش هستیم بیادر جان. نه دیگه این روز بازار ما یک ذره خراب بود، امروز خوب بود دیگه. روز جمعه هم است، یک ذره با خاطر برابری است دیگه. بله مردم یک ذره بیکار بود، از خاطر روز جمعه آمدن یک دانه سودا کردیم، یک 25 دانه سودا کردیم. بله بسیار خوب. میرمزا جان ما که آمدیم دیدیم نام خدا بسیار بازار بیره بار بود، بسیار موترا بود، مردم بود. بعضی ها دیگه دست خالی میره، بعضی ها را میدیدی که گرفتن گوسفند یا اینا. اینطور گپ است که بعضی مردم که نگرفته مشکل جای می باشه، بعضی مردم در خانه نگاه نمیتونه، بعضی مردم باز در روز عید میایه، مثلا در شب عرفه میایه، از خاطر مشکلاتی که در خانه یا جای ندارن یا نگاه نمیتونن، باز در روز عید میایه، مثلا در شب عرفه میایه خرندگی یک بازار سعی میکنن، باز دیگه میگه باش بازار بلند سرزان است، یک چکر میزنه پس میره. راست میگه. همی که فکر کنم شاید یک ماه یا کمتر از او که به عید نزدیک میشه دیگه نام خدا بیره بار این بازار زیاد میشه. بله همونطور است. خود ما هم تا یک چند روز پیش هم مال نداشتیم، از مخاطر عید باز این مالا را از غور تقریبا 100 دانه از غور آوردیم، از این ولایت‌های بیرون میاریم. از همون خاطر از خاطر عید ما یک ذره باز مال یک ذره خوب است، سودا بسیار خوب بسیار خوب. اینا را از ولایت گفتی، از غور گفتیم؟ بله از ولایت غور آوردیم. فقط از تو دیگه کلش گوسفند است؟ کلش گوسفند. بسیار خوب. میرمزا جان دیگه انشالله که همیشه در کار بارت موفق باشی دیگه. ما هم خوش میشیم همی که هموطنای ما کسانی که نام خدا اینجا خود زیاد مردم است، فروشنده هم و خریدارم دیگه. ما آرزو میکنیم که کسایی که اینجا فروشنده هستن اونا هم خودت داره ماشاءالله کارشان شوه. اونایی که آمدن که ما مثلا به قربانی چیز ضرورت داشته باشه کار از اونام شود دیگه. اگر در اخیر کدام حرف پیام داشته باشی چینل یوتیوب ما در خدمت. بیادر شما هم خوش باشین که آمدین، وقت قیمتی تانه برای ما دادین. بیادر زنده باشین که در خدمت هموطنانتان هستین. بیادر دیگه وطن زنده باشه. زنده باشی. خودت هم خیر ببینی. تشکر. آرام باشی. سلام برادر. و علیکم سلام. خوب هستم برادر؟ بخیر. تشکر. سلامت باشی. میشه خدا معرفی کنی برادر؟ ابراهیم قصاب هستم. بسیار خوب بسیار خوب. نه دوستا ایلا با ایلا که یکی از قصابا همراه ما سر خورد. ماشاءالله چی خوب، یک آدم تبخوش. خب ابراهیم جان کاروبارت هم میجازه؟ بله آینه میجه کاروبار ما کشتارخانه داریم، در کشتارخانه کار میکنیم. خب بسیار خوب. کشتارخانه در اون بالا تراس فکر کنم. بالا واسه چطور از ابراهیم جان کاروبار قصابا در نزدیک اید آمد؟ در نزدیک اید خو یک قصاب کسبی و ناکسبی بخی زیاد پیدا میشه دیگه. خوب است. اینجا مثلا کسایی که خودت وارد از خودت دیر میشه؟ بله از ما خیلی وقت میشه. کسایی که همون گپ خودت، کسایی که مسلکی هستن، بعضی دیگه که نو میاند میار کار نمیتو شده. ببین یک چهار تا نو میاد اون کار یک بیچاره دیگه هم که مثلا مسلکی زیاد دیگه است کار او را خراب میکنه. خب هر ترتیب کسایی که باز خودت واره مثلا سابقه دار باشه طبعا دیگه دوستا میشناسیشان دیگه. ابراهیم جان باز چه رقم از شما مثلا یک کسی که میخره گوسفند باز پیش شما اگر جای نداشته باشه اینجا میکشن یا امروز امروزشون گپ میزنید امروز که مثلا اولید شوه یا چه رقم؟ اولید خب اکثر هم دوستایی که بعد رفیقای ما است زنگ میزنن خانه از وام بریم. از روز اولید ما در کشتارخانه نمی باشم، با روز دوم مکمل در کشتارخانه هستم. خودشان هم کسایی که جمال میخرن میارن در کشتارخانه. جای پاک از جای ستره است اونم جمعن کارش هم میکنیم، رخصتشون میکنیم. بسیار خوب. بازی یگان فروشنده هم که میاد اگه طبعا یگان اندیوالا باشه، یعنی من خودم مثلا اینجا با خودت معرفی شدم یا غیر از خودت کسای دیگه هم که هست میایم باز میگم تو بیا بچش برای ما یک گاو یا یک گوسفند خوب شه بگی. مشکل نداره میریم خودش. دوست و رفیق باشه مشکل نداره. یعنی میگم پیش خودت هم حتما میاد دوستا که بله بسیار زیاد میاد دوستا و رفیقای ما.
چرا که امو هر چیز ابراهیم جان امو نفرش به حساب امو هر کار نفرش. مثلا خودت قصاب است یکی میگه بیاد اگه این میده میفهمه که مال در چند است یا خوبش چه رقم است خرابش چه رقم. بله آی نمطور است. کسی که نفهمه دیگه او بیچاره نر و مادهش حتی نمیشناسه. همیال بسیاری مردم ها میخرن شیرخسی. گفته شیرخسی در حالی که مادر سر سودا میکنه میگه شیرخسی. شیرخسی امو چی گوسفند باشه هرچی باشه شیرخسی میگن. میشه مادر یا شیرخسی میگن تا جان مردم میزنن. او که نفهمی سخت است. دقیقاً او بیچاره که نمیفهمه او که میگیره دیگه. از او کارش میشه خو یاد اگر به نام شیرخسی سرشان سودا میکنه. باز یک گوسفند یا گاو ایجا که مثلا بکشی چقدر باز پیسه میگیری از نفر؟ جور آمد از دیگه در چند که جور آمدیم. روز اول اید کنه نرخ گاو معلوم از 4000 از گوسفند 1000. باز دوم و سوم دیگه هر چند که جور آمد 2 نفر است. ما تقریبا یک 6 ماه پیش یا 4 ماه پیشتر اگر دروغگویی نشم باز اینجا ما آمدیم یک گوسفند او وقت مثلا 500 روپیه گرفتن. او روزای عادی بود. دیگه در روزای عادی هم فرق میکنه. روز عید فرق میکنه. برای کسبی برای کسایی که ناکسب هستن تاور و تیشره که گرفت 200 هم میکشن. یا گاون 200 میکشن. بسیار خوب ابراهیم جان. دیگه چطور تا حال دسلاف چیز کردی؟ ما صبحی وقت کشتار کردیم. ما میجا آمدم تشنه شدم که از مندیبال یک بوتل بگیرم پس در جای خود میرم. بسیار خوب ابراهیم جان. انشالله که همیشه همون تو کار و بارت و خوبی سپاری شود. همیشه همون تو کارت شود. ما خوش میشیم که هموطنای ما کسایی که در اینجا هستن ماشاءالله که ما دیدیم جناب خدا قدر مردم است دیگه فروشنده خود همو گپ است که بیخی فریمان است ولی قصابام نام خدا زیاد است مال فروشام زیاد است دیگه. ما خوش میشیم که هموطنای ما همیشه همون تو کار و بارشان شود و راضی باشن دیگه. اگر در آخر کدام حرف پیام داشته باشه ابراهیم جان چینل یوتیوب ما کمره ما در خدمت قربانتان دیگه. از این مردم تقاضا میکنیم که اشغالی های خود به جای نندازن خصوصا بیادرای قصاب ما یا مصاحب خانه که کل دنیا را بویش بگیرن. یعنی یک مسیج کوتاه. راست میگی خیر ببینی بسیار نکته خوب اشاره کردی. انشالله که دوستایی که گپای ابراهیم جان شنیدن در بارش توجه کنن. بسیار نکته خوب اشاره کرد. موفق باشه ابراهیم جان. آرام باشی. آرزو میکنم که تا این لحظات از گزارش خوشتان آمده باشه. اینجا یک دانه گاو دیدم ببینم که چند از چند نیست. با برادر صحبت می‌کنم. سلام لالا. علیکم السلام. خوب هستین برادر؟ خیر باشی. نام مبارک؟ سید اسحاق هستم. سید اسحاق. همینجا دیگه کاروبار مواشی را می‌کنی؟ بله اگر چی دایم نیستم می. اما تو فقط هم تو چانسی دیگه هر چی که در نظرت خوب آمد میاری در بازار. همون رقمی است بله سر. چند است ای قیمتش؟ والا قیمتش یک 52000 اینا. قیمت 52000 باز 52000 افغانی چقدر بازی گوشت میکنن؟ هم یک 16 سر طول داره. 16 سره نه. کاش که پیسه می داشتی میلاد کمی می بردی. والا خی دیگه شما قیمت میگن نمیفهم که باز امیر مثلا فاینال شود چقدر خود بگیرن؟ شاید 1000 شد تا بریم غیر از 51000 دیگه در این وقتا سرای هم مصرف داره طبیلا دیگه علف هم قیمت 3 برابر میشه. کرای موتر هم اون رقمی کلا قیمت هم رو بالا دل شما هست. باش دوستان ما یکم پشت سر آمدم که حالا نشه که بزنیم گفته یکان تا اینو طرف بریم. خب بسیار خوب دیگه آرزو میکنم که هر کسی که
آمادگی را داره که قربانی کنه. از ما خب گرچه مسلکی نیستیم، خب به نظر ما شاید خوب همو تو خوب گوشتی باشه. بله خوب داره. خب بخیر باشید. همچنین وقت شما خوش بخیر. هموطنای عزیز، آرزو میکنم که تاییدم از گزارشی که در مواشی یا در بازار کمپانی کابل ما با شما داشتیم، دیدین که بازار فروشنده و در چی حال و هوا بود و کسایی که اینجا می آمدن به قربانی مال می گرفتن، دیدین که تا کدام نرخا بود. و چینل ما را لایک کنید، کامنت کنید تا ما بتونیم به شما خوبان گزارش های خوب بهتر نصیب کنیم. تا گزارش های بعدی که باز ما فردین حبیبی در خدمت قرار می گیرم، شما را به الله پاک بی نیاز می‌سپارم.